شنبه رو با خانم البنین شروع میکنیم. 184 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به ایشون برای حاجت روایی، برای حل مشکلات، برای اونایی که مریض دارن، گرفتارن، به در بسته خوردن. انشاءالله با فرستادن صلوات برای خانم البنین حاجت روا میشین، به حاجت دلتون میرسین. 5 صفر شهادت خانم حضرت رقیه است. میخوایم با هم توسل کنیم به ایشون. خانم حضرت رقیه با اون دستهای کوچکش گره های بزرگ رو باز میکنه. با هم 315 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به ایشون. انشاءالله حاجت روا شدی، حاجت گرفتی، 14 تا گیر سر یا کش مو یا لقمه نون و پنیر درست کن، پخش کن بین بچه ها. خانم حضرت رقیه حاجت روایی خیلی زیادی داره، حاجت میده، مشکلات رو حل میکنه. ذکر قرآنی میخوام بهتون بگم انجام بدین، انشاءالله مشکلاتتون دونه به دونه حل میشه. اگر تو خونه مریض دارین، مریضتون خیلی بدحاله، کافیه روزی 110 مرتبه بگی یا شافی، انشاءالله خدا شفاش میده. برای رزق و روزی و برکت فراوان و ثروت زیاد کافیه که روزی 110 مرتبه بگی یا رزاق، یا فتا، یا وهاب. برای محبت بین زن و شوهر، محبت زیاد بشه، کافیه 1001 مرتبه روی لیوان آب ذکر یا ودودو بگی. بگو و به چشم معجزه رو ببین. اگر میخوای ثروت و فراوانی رو به چشم ببینی، دست تنگ، هرچی کار میکنی به هیچ جا نمیرسی، کافیه روزی 21 مرتبه سوره کوثر رو تا 40 روز بخونی، معجزه رو خودت به چشم میبینی. سوره کوثر با این که کوچکترین آیه تو قرآنه، ولی حاجت ها میده، گره ها باز میکنه، برکت میاره تو خون زندگیتون. اگر مغازه داری و مشتری نداری، هر کاری کردی مشتری برات نمیاد، وسیله ها به فروش نمیره، کافیه این کاری که میگم انجام بدی، مشتری برات قلقله میشه، فت و فراوون میشه. آیه 37 سوره آل عمرانو 1 دور تو مغازت بخون، انشاءالله هرچی وسیله داری همه به فروش میره. بهترین دعا برای شفای بیمار، تسبیحات آقا حضرت امیرالمومنین. دست تو بذار رو قلبت، کافیه بعد از نماز 10 مرتبه بگی الله اکبر، 10 مرتبه بگی لا اله الا الله، 10 مرتبه بگی سبحان الله، 10 مرتبه بگی الحمدلله. انشاءالله هر مشکلی داری مشکلت حل میشه. به خصوص اگه مریض داری، مریضت شفا پیدا میکنه. اگر میخوای غذات پربرکت بشه، نورانی بشه، چیزی که میدی به بچه هات بخورن، به همسرت بخوره، پیش گاز وایسادی داری غذا درست میکنی، 5 مرتبه سوره قدر رو بخونی و فوت کنی به غذا. ببین غذا چقدر پربرکت میشه، چقدر نورانی میشه غذا با خوندن سوره قدر. 1 بار امتحان کن ببین چقدر پربرکت میشه. اول صبح زود از خواب بیدار شو، نماز تو همیشه اول وقت بخون. همیشه سعی کن خونه رو تمیز نگه داری، سعی کن ظرف نشسته نذاری شب بمونه صبح بلنشی بشوری. وقتی که از خونه میری بیرون 1 بار آیت الکرسی بخون. وقتی وارد خونه میشی 1 بار آیت الکرسی بخون. وقتی داری میخوابی 1 بار آیت الکرسی بخون. وقتی نمازت تمام شد باز 1 بار آیت الکرسی بخون. اگه میخوای برکت تو خونه زندگیت زیاد بشه، فراوون بشه، هر روز اسفند دود کن، دور خونه بچرخون. میخوای زندگیت تغییر کنه، خودت تغییر کنی، زندگیت از این رو به اون رو بشه، 1 شب بلند شو نماز شب بخون. 1 ربع مونده به اذان صبح نماز شب بخون. ببین چجوری خون زندگیت پر میشه از رزق و روزی،
برکت. اگه مریض داری مریضت شفا پیدا میکنه. اگه جوون بیکار داری جوون بیکار میره سر کار پیدا میشه براش. اگر ازدواج نکردی کافیه یک بار نماز شب رو بخونی، فقط یک بار امتحان کن، باورت نمیشه که چجوری معجزه میشه برات. اگر میخوای دعاهات مستجاب بشه، هر حاجتی داری به حاجتت برسی، هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، روزی 100 مرتبه صلوات بفرست. سفره صبحونت رو به نیت سفره خانم ام البنین پهن کن. بشین رو سفره صبحونت 184 مرتبه صلوات بفرست و هدیه کن به خانم ام البنین. ببین که سفرت چقدر پربرکت میشه، چقدر سفرت نورانی. برکت از تو سفرت بیرون نمیره، چون صلوات فرستادی برای خانم ام البنین. خانم ام البنین دست رد به سینت نمیزنه، برکت میاره تو خونه زندگیتون. هر مشکلی داشته باشی مشکل دونه به دونه حل میشه با سفره برکت خانم ام البنین. شنبه با خانم ام البنین درد دل کنیم. چطوری؟ هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، به خانم ام البنین بگو. چشماتو ببند و باهاش حرف بزن، داد بزن، بگو دار و ندارم تویی، گرفتاری دارم، مشکل دارم، بی کسم، کس کارم تویی، یا خانم ام البنین به داد دل من برس. و براش صلوات بفرست، براش سوره حمدو بخون، براش سوره توحیدو بخون. ببین چجوری دستتو میگیره خانم ام البنین. گره کور تو زندگیته، مشکل داری، گرفتاری داری، مریض داری، تو خونه با همسر دعوا داری، بچت به حرفت گوش نمیده، مغازه داری مشتری نداری، خونه نداری، مستاجری، بچه نداری، چند سال ازدواج کردی دامنت سبز نشده، بچه نداری، کافیه توسل کنی به خانم ام البنین. شنبه ها مخصوص خانم ام البنینه. هر درد دلی داری، هر گرفتاری داری، هر مشکلی داری، نیت کن 14 روز به نیت خانم ام البنین صلوات بفرست 184 مرتبه روزی. یک بارم سوره حمد بخون، یک بارم سوره یاسین بخون و هدیه کن به خانم ام البنین. ببین خانم ام البنین چجوری دستتو میگیره، چطوری مشکلتو حل میکنه، چطوری گره از زندگیت باز میکنه، مشکلاتتو دونه به دونه حل میکنه. ختم روزانه صلوات تا 40، روزی 1000 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به آقا امام حسین. انشاءالله آقا سیدالشهدا دستمونو بگیره، مشکلاتمون حل کنه. صلوات برای آقا امام حسین برکات زیادی داره، باورت نمیشه گشایش میاره تو زندگیتون. پس با هم روزی 1000 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به آقا سیدالشهدا تا 40. ذکر فرستادن باعث میشه سبک بشی، به آرامش برسی. خدا نگهدار. التماس دعا.